الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سؤال آمده است که نمازهای سنتی راتبه که پیش از نماز فرض و بعد از نماز فرض هست یا دیگر نمازهای نافله که با سنت ثابت شده است، آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود؟ یعنی رسول الله هم همچنین مثل امروزه نمازهای سنت را می‌خواندند، سنت های راتبه را، و این چنین صحابگان رضی الله عنهم هم آیا این نمازها را می‌خواندند؟ سوال همین است. بارک الله فیکم. برادران و خواهران عزیز، وقتی که ما یک عمل را میگیم که این سنت مؤکده هست یا این سنت است، این دلالت میکند که این به قول رسول الله یا به فعل رسول الله یا به تقریرات رسول الله، اقرار کرده های رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود آمده است. وقتی که ما یک چیز را سنتی مؤکده میگوییم، معناش این است که این سنت تأکید شده است. کی تأکید کرده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این سنت ها، نمازهایی که سنت هست، مثلا 2 رکعت پیش از نماز فجر، 2 رکعت پیش از نماز ظهر، یا که 4 رکعت پیش از نماز ظهر، و این چنین 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از نماز عشاء، یا که سنت مؤکده ویتر که رکعتش خیلی که بیان کردیم گوناگون است و توقع هست. ویتر است. ویتر یعنی توقع، تنها در حالت توقع جفت نه و توقع تمام می شود. این همه سنت های مؤکده است، یعنی این همه نمازهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای انجام دادنش امتشون را تأکید کردند. تأکید کردند که بخوانید بخوانید بخوانید. یک بار نگفتند، چندین بار گفتند و خودشون هم خوندند. این سنت ها سنت های فعلی رسول الله و سنت های قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله هم خودشون عمل کرده اند و خونده اند و هم خودشون امر کرده اند، یعنی به ما تأکید کرده اند و فضیلت های این چنین انسان هایی که این سنت های راتبه را انجام 10 رکعت یا 12 رکعت پیش از یعنی نماز یا بعد از نماز سنت ها را انجام میدهد، ادا میکند، فضیلت های گوناگونی را ذکر کردند. و البته این همه در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث های صحیح و حدیث های متفق علیه که درجه بالاترین حدیث است وارد شده است، ثابت است، صحیح است و آشکار واضح است. بارک الله فیکم. حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سفر میکردند، در سفرشون هم 2 رکعت نماز سنتی پیش از نماز فرض فجر رو بامداد رو، یعنی 2 رکعت سنتی بامداد رو و نماز ویتر رو هیچگاه ترک نمیکردند و این چون نماز تهجد رو. یعنی انسان مسافر باشد هم 2 رکعت سنت رو میخواند. در درون این سنت هایی که در یک روز پیش از نماز یا بعد از نماز خونده میشه، سنت های راتبه، از همه سخت‌ترینش سنت نماز فجر است که هم در مسافرت هم در مقیم بودن در هر دو حالت خونده باید شود، هم مسافر هم مقیم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر في الحضر والسفر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت مقیم بودنشون یا که مسافر بودنشون این 2 رکعت سنت نماز فجر و صلات نماز ویتر رو ترک نمی‌کردند، همیشه می‌خوندند. این دلالت می‌کند که یعنی این سنتی بینات تأکید شده است. اما سنتی که پیش از نماز ظهر است، بعد از نماز ظهر است، بعد از نماز مغرب است، بعد از نماز خفتن است، این سنت ها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت مقیم بودنشون همیشه میخوندند، اما در حالت مسافر بودنشون نمیخوندند. سنت هایی که پیش از ظهر و بعد از ظهر، پیش از یا که بگیم بعد از مغرب و بعد از عشاء هست، در حالت سفر نمیخوندند و ما هم نمیخونیم. مسافر انسان این سنت ها را نمیخوند، اما وقتی که مقیم هستید حتما باید بخونید. این سنت سنتی مؤکده است، این علامت اهل سنت و الجماعت است. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون میخوندند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت های پیش از نماز ظهر را
2 رکعت یا 4 رکعت رو در خانه اشون، در خانه عایشه رضی الله عنها یا که در خانه دیگر زنهایشون باشند میخوندند و بعد از این به مسجد می آمدند. برای همین حدیث های صحیح آمده است که صلاة الرجل في بيته افضل من صلاته في المسجد الا في الفرائض. در سنن روایت شده است، حدیثی است، یعنی نماز مرد در خانه اش بهتر و افضل تر است مگرم در نمازهای فرض. یعنی نماز فرض یک مرد مسلمان باید در مسجد با همراهی جماعت باشد. با همراهی جماعت در مسجد نماز خواندن برای یک مسلمان واجب است. نماز جماعت حکمش واجب است، اما نماز جماعت این نماز فرض است، فقط نماز فرض. اما نمازهای سنت در خانه خوانده می شود و این افضل است. در خانه خواندن سنت افضل است. و در روایت دیگر در سنن و مسند آمده است که رسول الله میگند چی خیلی که در مسجد خواندن نماز فرض تا بگیم 27 و 25 درجه ثواب دارد، این چنین در خانه خواندن نماز سنت های این راتبه همچنین اجر زیاد دارد. یعنی اگه انسان سنت نماز رو در مسجد رفته میخواند، یک انسان در خانه میخواند. انسانی که در خانه سنت های نمازهای راتبه رو میخواند اجرش به نهایت زیاد است نسبت به کسی که سنت رو در مسجد میخواند. اول سنت رو در خانه میخواند، بعد به مسجد میرفت. اما نماز فرض باید در مسجد خوانده شود. فقط ثوابی که 25 اومده است یا 27 اومده است، 25 و 27 این در مسجد است و نماز جماعت فرضی در مسجد واجب است. بارک الله فیکم. به عذر شرعی ترک کردن جایز نیست و این گناه کبیر است. پس این از یک قول از علما و قول راجح همین است که واجب است. بارک الله فیکم. پس این دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت ها رو میخوانند و سنت های بعد نماز فرضی رو چی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مثلا نماز ظهر رو میخوندند استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگفتند اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی ذا الجلال و الاکرام. بعد از این رویشون رو به سوی صحابگان میگرداندند، به طرف صحابگان میگشتند، پشتشان به قبله، رویشون به صحابگان ذکر میکردند یا اگر یگان سخن گفتنی باشند میگفتند، نصیحت امر معروف یگان چیزی، و بعد از این باز به خونهشون میرفتند و 2 رکعت باقی مانده سنتی که بعد از نماز ظهر است یا بعد از نماز مغرب است یا بعد از نماز عشاء است میخوندند. یعنی سنتی پیش از نماز و سنتی بعد از نماز، سنت های راتبه در خانه خوانده میشد و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های زیاد گفتند، حدیث هایی که در روایت امام بخاری و مسلم و در روایت های صحیح سنن و مسند آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر کسی که سنت های راتبه رو 10 رکعت یا 12 رکعت رو خواند، الله سبحانه و تعالی برای او قصری رو در جنت بنا میکند. این حدیث صحیح است و ثواب های دیگر آمده است. این دلالت میکند که این فعل رسول الله بود، این فعل صحابگان بود و این هم سنت قولی رسول الله است و ما هم باید این عمل رو انجام بدهیم. بارک الله فیکم.